الان که دارین این ویدیو رو تماشا میکنید حتما به این مشکل برخوردید که میخواین یه فایلی رو تو سایتتون آپلود بکنید اما اجازه نمیده که مثلا فایل رو بیش از برای مثال 2 مگابایت آپلود بکنید. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به وردپرس. دوستان تو این جلسه قراره که بپردازیم میگه این که وقتی برای مثال یه هاست جدیدی خریدین یا به هر دلایلی نمیتونید یک فایلی رو از حد مجازش آپلود بکنید که تو این ویدیو قراره به صورت خیلی تخصصی بهش بپردازیم به این که چجوری اون رو حل کنیم. بریم که با هم یاد بگیریم. خب دوستان، من الان وارد سایت وردپرسی خودم شدم. من میخوام برای مثال یه تصویری یا یه فایلی رو تو سایتم آپلود بکنم اما این محدودیت میگه. برای مثال میگه که 2 گیگابایت بیشتر نمیتونی تو آپلود بکنی که ممکنه مال شما متفاوت باشه. برای مثال مال یکی 1 گیگابایت، برای یکی 2 مگابایت. که مثلا شما یه فایل 5 گیگابایتی دارید ولی نمیذاره آپلودش بکنید. کاری نداره. اولین کاری که میکنید وارد سی پنل خودتون میشید. هم میتونید از طریق هاستتون انجام بدید و هم از طریق URLش. بعد کمی به پایین اسکرول میکنید یا میتونید بنویسید PHP، وارد بخش select PHP ورژن بشید و منتظر میشیم تا لود بشه. بعد از اینکه لود شد کافیه که وارد بخش آپشنز بشیم. از این بخش میتونید زیاد بکنید یا کم بکنید که الان من وارد یه سی پنل مربوط به هاست دیگه هستش که مال مربوط به این سایت نیست ولی باز عین همه، فرقی نداره. از این بخش مموری لیمیت، این لیمیتش رو تو آخر بزنید و پست مکس سایز که باید هم اینو عوض بکنید بزنید تو آخری و هم آپلود مکس فایل سایز رو تو آخری بذارید که اینجا 1 گیگابایتیش هستش. بعد اگه شما به هر دلیل نتونستید از این روش افزایشش بدین کافی که وارد بخش افزون رو بزنید. پیشنهاد میکنم اگه این PHP رو نداشت هاست خودتون رو عوض بکنید. کافیه که بنویسید upload size و اینجا ایزی مدیا هستش که لینکش رو این پایین باز براتون میذارم. کافی که روی همکنون نصب نمایید بزنید. منتظر میشیم تا این دانلود بکنه. بعد از اینکه دانلود کرد روی فعال سازی کلیک میکنیم تا این پلاگین برای ما فعال بشه. بعد از اینکه فعال شد کافی که بیام من روی این و قسمت ستینگش کلیک بکنم و اینجا میبینید که میتونم تا 10 گیگابایت یا بیشتر و مموری لیمیتش رو تا 10 گیگابایت باز افزایش بدم و در آخر روی ذخیره تغییرات بزنم. اگه باز من وارد همون بخش میشم تا شما مشاهده بکنید. میبینید که اینجا نوشته 10 گیگابایت. بعد این تایم هم پیشنهاد میکنم دست نزنید، بذارید رو همون پیش‌فرضش بمونه. ممنون که دوستان با وردپرسی نمودید. باز اگه هر سوالی داشتید و مشکلی داشتید حتما از وردپرسی رو بپرسید.